فقط سابقین، نه فقط مهاجرین، نه فقط انصار، بلکه همه مهاجرین و انصار را در بر میگیرد و خداوند متعال توبه همه را پذیرفته. حتی میفرماید لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار، حتی بر خود پیامبر میفرماید خداوند متعال توبه را از پیامبرم پذیرفته و اینابت به سوی حق را روزی او کرده و روزی یارانش کرده و روزی یاران رسول خدا گردانیده. پس در اینجا مشخص می شود این یک چیز خیلی اصلا یک میل ضعیفی بوده در قلبشون، به صورت یک همی بوده، به صورت یک عزم و تصمیم تبدیل نشده. وگرنه اگر به یک چیز عزم و تصمیم قطعی تبدیل بشود انگار اون کارو انجام دادن، ولی این فقط در دلشون افتاده که شاید اصلا مبادا ما بر حق نباشیم که ما در چنین سختی و مشقتی داریم قرار گرفته ایم. این است که خداوند متعال بالاخره رحم خودش را بر آنان میریزد و بالاخره ارزانی میدهد و نعمت خود را بر آنان میدهد و نهایتا آنان از این وضعیت برمیگردند و از اون حالت سختی بالاخره نجات پیدا میکنند. این است که در بعض احادیث هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از خداوند متعال درخواست کرد، چون گفتیم هم خشکسالی بود هم وضعیت خیلی وحشتناکی بود، تا اینکه خداوند متعال اصلا یک بارانی برای آنان بالاخره باراند و اونا تونستن تمام وسایلی که در دست داشتن برای آب و کمبود آب آن را نهایتا پر کردن، چون اصلا به طوری شده بودن که مردم چاره ای نداشتن، می اومدن شتران را می کشتن که حداقل آبی که تو شکم اونا اگر چیزی وجود داشته باشه او را بنوشن. وضعیت خیلی خطرناک بوده، خیلی وحشتناک بوده. ایمان بزرگ و قوی میخواد که الحمدلله اینا داشتن و با این وضعیت بالاخره تونستن موفقیت های را به دست بیاورند. در نتیجه و بعد از این آیه دیگری میفرماید و بعدا میفرماید و خداوند متعال توبه را پذیرفت از آن 3 نفری که خلفو، چون خداوند متعال در میان تمام آن مجموعه 3 نفر دیگری بودند که باز در اون جنگ بالاخره شرکت نکردند. 3 نفر از صحابه بزرگوار، از کسانی که بالاخره جای شکی نبود که اهل ایمان بودند و مرتکب این نبودن، یعنی اهل مثل کسانی باشن که نفاقی داشته باشن یا چیزی. چون در غزوه تبوک مجموعه بیشتر از 80 نفر شرکت نکردن. اون 80 نفر به اضافه 3 نفرشون کسانی بودن از صحابه های بالاخره ثابت قدم و پایدار. اون 3 نفر شرکت نکردن و اون 3 نفر مورد عتاب سخت از جانب خداوند متعال قرار گرفتند. مورد عتاب خداوند متعال قرار گرفتند، همچنان که در این آیه بیان میکند. در این آیه که میفرماید وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. و در ادامه این آیه که در سوره توبه وجود هست، آیه 117 همون بود که خوندم، آیه 118 به دنبالش و خداوند میفرماید خداوند متعال توبه را پذیرفت از آن 3 نفری که خلفو یعنی توبهشون به تأخیر افتاد. آن کسانی که در شرکت نکردند در غزوه تبوک و عذری هم نداشتند. کعب بن مالک، مراره بن ربیع و هلال بن امیه. این 3 نفر بزرگوار که کعب بن مالک یک انسان جوان و نیرومند و قوی بود و حتی میگوید من در اون موقع 2 تا شترم داشتم و در اون موقع امکاناتم خیلی خوب بود، بالاخره وضعیت خوب بود، ولی یک دفعه گفتم انشاءالله میرم خودم حاضر میکنم تا دیدم بالاخره نیرو
و میگه اصلا رسول خدا در هیچ کدوم از غزوه ها عادتش این نبود که اعلان کند من کجا میخوام برم. میگه چون این غزوه خیلی شدید بود، فاصله خیلی دور بود، بالاخره زمان خیلی سخت و گرمی بود، تمام چیزها به هم دست داده بود، رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعلان کرد، از قبل از حرکت به همه مسلمانان اعلام کرد که ما میخواهیم بریم بالاخره به غزوه روم و روم را داریم غزو میکنیم و در نتیجه خود را حاضر کنید. زمان سخت از امکانات، هر کسی بتونه خود را آماده کند. میگه در این غزوه این نبود که من خبر نداشته باشم. کعب بن مالک خودش قضیه را بازگو میکند. میگه بعد از بالاخره هر چی کردم تردید بهم وارد شد تا نهایتا نرفتم. و میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به تبوک رسید نشست، فرمود ما فعل کعب بن مالک. کعب بن مالک کجاست؟ یکی گفت بالاخره نتونست این اون خوش بالاخره رفاه را ترک کند و بیا به اینجا این مسائل شرکت نکرد و اینا. یکی گفت کذبت، اشتباه میکنید، او داره بالاخره ما هیچی از او ندیده ایم جز خیر و نیکی، چیزی از او ندیده ایم. نهایتا کعب بن مالک میگه فرماید نهایتا تخلف کردم، هیچ عذری هم نداشتم. میگه بعدا من و اون دو نفر دیگر، میگه وقتی که البته اون خبر نداشت از اون دو نفر دیگری ظاهرا، ولی میگه وقتی که میرفتم تو بازار نگاه میکردم در مدینه، جز کسانی که دیگه نظر همه بر نفاق آنان بود و جز منافقین و جز کسانی که در واقع عذر داشتن یا نابینا بودن یا عذر 100% داشتن، کسی اونجا میگه خودم احساس شرمندگی میکردم که در میان کسانی موندم که یا منافق هستند یا بالاخره معذور هستند ولی من عذری نداشتم. میگه خیلی احساس شرمندگی میکردم تا این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از غزوه برگشت. میگه منم دیگه در فکر بودم آیا دروغی بگویم، چیزی بکنم. میگه بعداً گفتم نه، من هیچ راهی وجود نداره جز صدق و راستی. میگه تصمیم گرفتم صادقانه برم بگویم والله من هیچ عذری نداشتم. میگه دیدم آقا اومدن مردم صف کشیدم، یا رسول خدا هنگامی که از یک غزوه برمیگشت، از سفری برمیگشت، اولین بار میرفت مسجد، 2 رکعت نماز میخوند و مینشست، بعداً برمیگشت خونه. میگه منم میدونستم عادت جینه، به محض این که برگشت وارد مسجد شد و نماز خوند و منم رفتم، دیدم مردم گلوه آقا متوجه شدن بیشتر از 80 نفر دارن شرکت نکردن، از اون افرادی که کلاً همه دیگه مشبوه بودن این که منافق هستند، از منافقین. بعد از اون منم رفتم جلو، گفت شما چه عذری داری کعب؟ گفتم والله. میگه اونا هر کدوم سخن گفتند و بالاخره قسم خوردند و حرفای ناشرعی، مطالبی که اصلا صحیح نبود بیان کردند و گفتند. اون چیزی که دروغ بود بعداً خدا آنان را رسوا کرد. در کتاب خدا میفرماید قسم میخورند چیزهایی که عذر داشتند و در حالی که عذر نداشتند و بعداً خدا آنان را تهدید میکنه به عذاب دوزخ. میگه به لطف پروردگار صدق و راستی من را از آن چیز نجات داد. میفرماید به نهایتا وقتی گفتم والله هیچ عذری نداشتم، صادقانه بگویم بدون عذر من شرکت نکردم. میگه رسول خدا فرمود اما هذا فقط صدق. مثل اینکه دیگه اونایی که قبلا هرچی اومده بودن ظاهرشان را قبول میکرد و میگفت باطنتون به خدا میسپارم، دعای خیرم برایشون میکرد و میگفت باطنتون به خدا میسپارم. حالا شما میگی ما عذر داشتیم، ظاهرتون میپذیریم، باطنتون به خدا واگذار میکنم. و اما وقتی که من رفتم گفت اما هذا فقط صدق، اما این دیگه واقعا درست گفت. میگه رفتم اونجا، نهایتا گفت بلو حتی خداوند متعال در موردت حکم میکند. دیگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم با او سخن نگفت و بعدا اون 3 نفر دیگه، 2 نفر دیگری که بودند، از آنان کلا دستور داد تمام صحابه آنان را ترک کردند، کسی با آنها حرف نمیزد تا 40 شب. بعد از 40 شب فرمود دستور بدهید که از زنانشون هم از اونها جدا شوند. میگه دستور داد، به منم به خانمم گفتم جدا شوین، خبر دادن گفت طلاقش بدم یا چجوری؟ فرمود نه، فقط او را به خانوادهش بفرست که بره خانواده پدرش، خونه پدرش.
دوتای دیگرشون هم بالاخره که یکی از اونها خیلی ناتوان بود، زنش گفت اگر اجازه بدهید این کسی ندارد بالاخره کمکش کند، من خودم مراره بن ربیع بالاخره ناتوان و پیرمردی از اون روز تا الان داره فقط گریه میکند، هیچی براش نمونده جز گریه کردن، داره گریه میکند از این که برایش پیش اومده. این بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اجازه داد، ولی گفت به هیچ وجه او نزدیک شما نشود. گفت والله او توان ندارد، حرکتی در او نمونده، اون جز گریه کردن هیچ چیزی دیگر ندارد از این وضعیتی که پیش اومده براش. میگه بعد از 10 روز، روز 50 یعنی 50 روز گذشته بود که کسی با ما سخن نمی گفت، یک دفعه بالاخره صدا را شنیدیم که نماز صبح ظاهرا نرفته بود مسجد. میگه پشت بامی داشتم، بالاخره مونده بودم و خوابیده بودم، اذان دادن اونجا نمازمو خوندم و دیدم همون شب بالاخره خداوند متعال این آیه را نازل فرمود وعلى الثلاثه الذين خلفوا. میگه خداوند متعال توبه را از آن 3 نفر دیگری که توبهشون، قبول توبهشون به تأخیر افتاده بود، خداوند متعال توبه آنان را نیز پذیرفت. چون در اول گفته بود لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین، خداوند متعال توبه را پذیرفته از پیامبر و مهاجرین و انصار، کسانی که او را پیروی نمودن در هنگام سختی. بعدا فرمود و آن 3 نفری که خلفوا، آن 3 نفری هم که در واقع در از اون غزوه شرکت نکردند و در نتیجه توبه آنان تأخیر شد. خلفوا این بهترین معنای برای این. بعضی گفتن خلفوا یعنی کسانی که تخلف کردن، نه، معنی دقیقش و معنی درستش امام ابن جریر و امام ابن کثیر که بیان میکنند این است، قول صحیح و راجح بر این است که خلفوا منظور این است که توبهشون به تأخیر افتاد. و آخرون مرجون لامر الله که در قرآن هم در سوره توبه اومده، میگه کسانی هستند که به تأخیر افتاده شده اند برای امر خدا، مرجون لامر الله. دیگه یا خدا آنان را عذاب میدهد یا توبه را از آنان میپذیرد، که در نتیجه خدا توبه را از آنان پذیرفت. آن 3 نفر بودند. حتی اذا ضاقت علیهم الارض، به حدی در سختی قرار گرفتن در اون 50 روز که کل اون زمین با تمام وسعت و گنجایشش بر آنان تنگ شده بود. و ضاقت علیهم انفسهم، و اصلا خودشون بر خودشون تنگ اومده بودند، یعنی از خودشون هم بیزار بودن و ناراحت بودند، تا اینکه و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، و یقین پیدا کردند پناهگاهی وجود ندارد از خدا، یعنی اگر بخواهی از خدا بگریزی پناهگاهی وجود ندارد جز خود خدا. باید اگر از خدا میترسی به خود او پناه بیاوری، به سوی او بازگردی. ثم تاب علیهم لیتوبوا، سپس خداوند متعال به سوی آنان بازگشت و توبه آنان را پذیرفت تا آنان هم توبه کنند. ان الله هو التواب الرحیم، این است همانا خداوند بسیار توبه پذیر و بسیار مهرورز است. این است که در اینجا خداوند متعال دستور میدهد، میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا را پیشه کنید، خود را از نافرمانی خدا نگه دارید. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، و همراه با صادقان باشید. هرگز خود را از صادقان، بالاخره کسانی که اهل صدق و رازگویی هستند، فاصله نگیرید و راه خودتون را با راه صادقین انتخاب کنید، نه راه دیگران. یعنی اینجا در اینجا اشاره به این میکند که این 3 نفر که به چنین بلایی گرفتار شدند و به چنین مصیبتی گرفتار شدند و به چنین وضعیتی گرفتار شدند، دلیلش این بود در اینجا با منافقین در واقع مثل کاری کردند که منافقین کرده بودند. منافقین در آن غزوه شرکت نکرده بودند، در نتیجه چنین بلایی که